زاده دامان تو نسل قهرمان تو، زاده دامان تو نسل قهرمان تو. از ابی سکین ما بسیار سپاسگزار هستیم که همراه ما بسیار همکاری کردن، آمدن در اینجا هستن. های Thank you. ما جای خوشی است که اینجا که پیش دکان آب سکین هستم. آب سکین دیگه حالا در یک برند تبدیل شده. سلامت باشید. سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدین به برنامه افغان کلچر دی، یک برنامه بسیار جالب دیدنی که از طرف وطندارای ما برگزار شده. در همین ابتدا بگیم خیلی دوستا در روبروی از مو استاد هست و همین طرفدارای ما هستن، وشت مونن ما رو میخندانه. حکیم جان با دوستا یک سلام داشته باشید. بیننده عزیز سلام، چطور هستین؟ خوبین؟ بخیر و سلامتین؟ امیدوارم که در هر جایی که باشید خوشی و خوشحال باشید. بیننده عزیز، امروز شاید شما از من سوال کنید که در کجا هستید. ما امروز در پارک دندنانگ پارک هم ده و از اینجا کسته افغان کلچر دی بوده. امیدوارم که خوب و خوشی و سلامت باشید و تا آخر برنامه قد از ما سلیمی جان باشید. بسیار عالی. دوستان عزیز، نگفتین که برنامهش چی قرار است؟ برنامه از این قرار است که مو زیر پرچم سرنگ پر افتخار وطن و میهن خود آمدیم در اینجا. برنامه افغان کلچر دی است که دوستا وطندارا زیاد. سلام وطندار، بین شما میتونین اینجا سعی کنین. سلامت باشین. اینجا مراجعین زیاد میاد. دکان آب سکین ما از آدرس شما، از آدرس همی فرهنگ شما آمدیم در اینجا، یک استرال گذاشتیم. حکیم جان تو میتونی بری با دوستا نقش حکیم جان در این برنامه بای بای کردیم. چون نقش حکیم جان کم از این خاطر خواد بود که خیلی شلوغ است، مراجعین زیاد میاد دیگه. به هر صورت در ادامه برنامه با ما باشین. روزی فرهنگی افغانستان در ملبورن زیبا هست که ما و شما در قسمت آغازی یا شروع برنامه قرار داریم. برنامه یک برنامه بسیار خوبی خود بود، یک برنامه بسیار عالی خود بود که فعلا ما و شما در قسمت شروع برنامه هستیم. من کوشش میکنم در مورد این برنامه با دیگر دوستا صحبت‌های داشته باشیم، با مسئولین صحبت‌های داشته باشیم. چقدر هم خوب و زیبا، عالی و بسیار قشنگی که دکان آب سکین اسپانسر در این برنامه و همچنان اشتراک کننده در این برنامه هست که جای افتخار است که ما از آدرس شما مردم افغانستان یک نمایندگی، یک بخشی از برنامه‌های فرهنگی را میتونیم پیش ببریم و ما و شما نمیتو پیش میریم که یگان از هموطنا. فکر کنم یک از مسئولین در اون قسمت است در ویستال که اونجاست. من میخوایم همراه از اونا گپ بزنم، اینترویو کنم در مورد این برنامه. این پارک یا این جای یک جای بسیار خوبی است، یک جای بسیار عالی است، چون
همه برنامه های فرهنگی از هموطنای ما و شما در اینجا برگزار میشه. شما شاید متوجه باشین که پرچمای افغانستان، پرچمای استرالیا در کنار هم و در جوار هم به اهتزاز در آمده و پرچم پر افتخار سه رنگ کشور ما اینجا هسته و اینجا همچنان بعضی از عکس‌های از چهره‌های نامدار و تاریخی و فعالین افغانستان فکر کنم که باشه و بازم اینجا همچنان یک دکان از وطندارای ما و شما که نمادی یا بیانگری بخش از فرهنگ ما و شما هستن. سلام وطندارا، خوب هستین؟ سلامت هستین؟ بخیرین؟ این اکادمی حاجی کاکا یک گپ بزنم. حاجی صاحب خوب هستی؟ خوب هستی جان جو. بخیر هستی؟ سلامتی؟ خوب جور هستی؟ اسم شریف؟ اسم لطف الله بابکر خیل. بابکر خیل. بابکر خیل. بسیار عالی. چطور هستی؟ همراه شروع برنامه چطور هستی؟ بسیار خوش هستم. بسیار خوب است. بسیار عالی. برای افغانا این کلتور و عنعنات افغانا باید تمام دنیا بشناسه. بسیار عالی. این بسیار خوب پروگرام است. خودت در مورد امیم روز امی برنامه افغان کلچر دی چی گفتنی داری و چی پیام داری؟ بس باید کل افغانای در هر جای پروگرام جور کنه که افغانا فعالیت داشته باشه. فعالیت داشته باشه که کلتور و عنعنات خود فراموش نکنه. بسیار عالی. تشکر. تشکر. سلامت باشین، جور باشین. خب دوستا، بازم شما را در ادامه برنامه دعوت میکنم ببینین که تا کجا این بخشای فست فود است که زیاد دیگه میریم. سلام علیکم. برادر خوب هستی؟ سلامتی؟ جوری؟ همراه ما گپ میزنی؟ خوب برادر مونانی باشی؟ چطوری؟ خوبی؟ اسمت؟ نامت چی است؟ ماشاءالله. یوسف؟ بسیار عالی. برادر ما و شما یک سلام علیک داشته باشیم. خوب هستین؟ سلام علیکم. شما خوب باشین؟ بخیر باشین؟ سلامت. خوش هستین؟ با وطندارا یک سلامی داشته باشین. سلام علیکم وطندارای عزیز، خوشحال هستیم که امروز همراه شما هستیم در جریان تجلیل از روز کلتوری افغان ها. منتظر همه شما هستیم. انشالله بسیار محیط آرام، بسیار محیط خوش همراه وطندارای خود. بسیار عالی. برای برنامه من میخوام از مسئولین سوال داشته باشم. آقای نور هم هست، فکر کنم از مسئولین برگزار کننده باشه. و اسم شریف شما چی است؟ نام ما اسمت الله حلیمی است و ما هم یکی از اعضای امی کمیته جوانای افغانستان در استرالیا هستم که یکی از اعضایشان هستم که در این برنامه سهیم هستم و کوشش میکنم که برنامه بخیر و بخوبی و بخوشی افغانان باشه. بسیار عالی. تشکر از شما. زنده باشید. خوش شدید. سلامت باشید. بخیر باشید. ما همراه آقای نور تلاش دارم گپ بزنم دوستا، چون آقای نور را میشناسیم. تشکر از شما آقای حلیمی. آقای نور صحبت کنیم. آقای نور سلام. خوب هستین؟ سلامتین؟ انشالله خوب باشین. آقای نور سلام به شما. و علیکم سلام. خوب هستین؟ سلامتین؟ تشکر. خیر ببینید. بسیار لبای زیبا را پوشیدین. و زیبا همراه کراکوری. نماد از فرهنگ ما. تشکر. خیر. آقای نور با دوستا و وطندارا سلام و تبریکی این روز داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. اول از سپاس گزار از شما هستیم که آمدین اینجا شرکت کردین. اینجا می تو لباس زیبا خوب پوشیدین و وقت دادین و اینی پروگرام که به نام افغان کلتوری فرهنگی فستیوال است. این بار اول است که در استرالیا ما تأسیس شده. امسال که هستن اولین تجربه است. کمی کاستی داشته خواهد بود. در آینده انشالله کمی کاستیم دور میشه. هر سال ما را تجلیل میکنیم. بسیار عالی. برای این برنامه آقای نور چقدر آمادگی گرفته شده؟ آمادگی خود زیاد گرفته شده. بسیار عالی. ولی اولین تجربه بازی کارا بود که ما دو تجربه نداشتیم. تقریبا 2 ماه میشه ماشاءالله که آمادگی شروع شده. همراه بازی از روی سپیدا جوانای کمیونیتی صحبت کردیم با مشوره ازی بازی ارگانایزیشن هستند. از امروزی مشوره کردیم. حتی از رفتیم بزنس ها که از امروزی مشوره کردیم با همکاری همه. این روز تجلیل میشه. این روز
آمادگی گرفته شده و امروز تسلیم. از ابی سکین ما بسیار سپاسگزار هستیم که همراه ما بسیار همکاری کردن، آمدن در اینجا هستند. از مالکی یعنی خیمه از او از همه دیگه بزنس ها کلان گرفته، اما ایتمای زیبا آوردن با قیمت ارزان میفروشند در اینجا. ما بسیار سپاسگزار از پیش انشالله دعا در حق یک دیگه خود داشته باشیم. ما سالهای سال در کنار فرهنگی های عزیز باشیم و در کنار این تو برنامه ها باشیم. تشکر ما شما با همه افغانای تبریک باشند. سلامت باشین. از همه خواهشمندیم که در شرکت کنند. سلامت باشین. تشکر. خب به هر صورت دوستان در ادامه برنامه شما را دعوت میکنم و همینطور میده میریم به طرف استیج، با وجود از اینکه میفهمم که کاپرایت هم میزنه ولی بازم ما و شما میریم. سلام بیادر. سلام علیکم. خوب هستی؟ بسیار خوب. بخیری؟ سلامتی؟ جان جور است؟ یک سلام با دوستای ما داشته باشیم. میفهم خیلی عجلم داری. تشکر برادرم. تشکر. سلام به کلیگی و بسیار تشکر از برادرم که ما بسیار تعاون کرده. سلامت خاص کر با بزنس. سلامت باشید. و کمیونیکیشن میدیا از ما یک دیگان دیواله. بله. با ما چون که الان نیه. سلامت باشید. تشکر برادرم. میریم دوستا در ادامه برنامه. پیش آهنگی از شروع این برنامه را می داشته باشیم. گروپی از هنرمندان موسیقی بخش خواننده نوازنده اینجا آمادگی میگیرن. سلام علیکم بدارا، خوب هستین؟ و همچنین سلام بدار. این استیج مزین است با پرچم سه رنگ افغانستان. شما اینجا را میبینین. ما امیدوار هستم از این برنامه ها وطندارای ما، افغانای ما اینجا زیاد داشته باشن، برنامه های زیاده باشن. این دو قندوله ببینین. هی مانده نباشی، مانده نباشی، مانده نباشی. نام چی است؟ صدف. نام تو چی است؟ چی؟ تمنا. نام تو چی است؟ هانیه؟ ماشاءالله. نام تو چی است؟ چی؟ آفرین. نام تو چی است؟ ماشاءالله ماشاءالله. های 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 های. Thank you. ماشاءالله. میریم در ادامه برنامه. بخشایی از بزنس ها را میگیریم. اینجا شما میبینین. ما امیدوار هستم که این برنامه ها انشالله بازم باشه. اینا فکر کنم بخش سکیورتی میشن. سلام برادران. دیگه اینجا صحبت های از دکان آب سکین که داشتیم همین قسمت است که شما میبینین یک آمادگی کامل گرفته شده و انشالله زیاد است. خدا زیادتر بکنه. دیگه در ادامه شما را دعوت میکنم. دیگه فکر کنم برنامه شروع خواهد شد. دوستا میرم یک توفه برای انونسر برنامه داریم. ما یک جای باشین. یک جان تشکر بیادر. برادرها گفتن که از دکان ابی سکین گفتن که این چپن در جان شما باشه، یک کمی دیگه مقبول تر معلوم میشه. تشکر. باشی برنامه خیلی یک کمی از تایمی اصلیشی نوختر شروع میشه. برنامه را 1 بجه 2 بجه گفته بودن ولی فعلا برنامه که از دقیقا راست ساعت 3 شده. دیگه ما امیدوار هستم برنامه کدام خلل نباشه و برنامه هر چه زودتر شروع شود. دیگه استقلال ما همچنان اینجا آماده خدمت به هموطنان. سلام وطندار، روز شما بخیر. امروز روز یکشنبه است. من سارا جعفری سر استیج دندنون پارک خوش آمدگویی میگم و قدم‌های شما عزیزان به مبارکی و میمنت به گرامی داشته فرهنگ اصیل میهن عزیزمان افغانستان چکچک بلند. امروز همراه همکاران عزیزم هستیم
که اینها هر کدام بنابر خودم معرفی میکنن و برنامه هایی که برای شما در نظر گرفتیم را پیشکش میکنیم و همکنون از همکارم میخوایم تا ادامه برنامه را معرفی کنن خودم و بگویم که چه چیزها دارن برای ما. चाहता बसर जीत न क्रम सोचे नो में तर के भी चाहता बसर जीत न क्रम सोचे नो में तर के भी चाहता बसर जीत न क्रम सोचे नो में तर के भी जनता अकाला लो सीधा द फरगनो वतन दादा नैया लो वतन दादा सरदारो वतन दादा आजाद खौरा दादा जिग वतन दादा नैया लो वतन दादा नैया लो वतन दादा सरदारो वतन दादा नैया लो वतन زاده دامان تو نسل قهرمان تو زاده دامان تو نسل قهرمان تو زاده دامان تو نسل قهرمان از تو حراست کنند تا بس ریا وطن زیبا وطن عهد دلارا وطن صدقه نامت شوم کشور زیبا وطن مد دلارا وطن کشور زیبا وطن در همگی توی قلب آسیا وطن کشور زیبا وطن مد دلارا وطن کشور زیبا وطن مد دلارا وطن Mariano si Zala da bazano te del takiz Mariano si Zala da bazano te del takiz Mariano si Zala da bazano te del takiz Mariano Aate nang bachyan lari da pargano watan Dada nang yalo watan Dada sardaro watan Satkaino کشور زیبا وطن
این بچگه که از فینای موست از طرفدارای برنامه موست بیچاره در دکان هم آمده بود باز خیلی یک بچه آرام است دیگه خواستم یک قسمت از برنامه از ما یادگاری باشه. نام چیه؟ مهران؟ آفرین مهران جون. فعلا هم سرودی ملی استرالیا عزیز فعلا برنامه جریان داره و همچنانی که دکان آبستکین ماشاءالله سر شلوغه دیگه هستیم. اینمیت جنبه فروش و بیزنس به یک طرف مثلا مسئله تبلیغ و نمایندگی از فرهنگ شما ملت و شما مردم است. امیدوار هستیم که این مسئولیت و این نمایندگی که ما شما داریم یک مسئولیت خوب را ادا کنیم و یک برنامه خوب را پیش ببریم و بماند یادگاری و انشالله فرهنگ افغانستان رشد کنه. دیگه جانم هستین بازم شما رو در ادامه برنامه دعوت میکنم. نه دوستا که مجان آمده سرخیل دخترها آمده. بریم بششی یعنی تا پیش بریم اینی تا بیاییم دوستای عزیز اینی طرف بریم اکمه جان بریم که یک عطانه چطور هستی بیدر؟ خوب هستی؟ سلامتی؟ جور هستی؟ سلامت باشی جور بیا امیره بگیر اکمه جان بیا پیش
फरियाद पुगा देगा माँ ज़्यादा बीदा गगन मरेगा या चचा की जोड़ा में तो फरे में दो عزیز در قسمتی از برنامه یک از فعالین اجتماعی، فعالین فرهنگی و یک از مسئولین کمیونیتی وان را با خود داریم. آقای زوی مرزوری و همچنان کاندید سیتی آف کسی در کنار ما است. آقای مرزوری سلام به شما، خیلی خوش آمدین در استال دکان آب سکین و این برنامه. سلام خدمت شما، تشکر. و جای خوشی است که اینجا که پیش دکان آب سکین هستم. آب سکین دیگه حالا در یک برند تبدیل شده. سلامت باشید. و ما از همه دوستا و وطندارا خواهش میکنیم که اگر تا دکان آب سکین نامدن حتما یک دفعه بیاین. در مرکز داندینانگ است. امروز خود دکان سیار است که در فستیوال آمدیم. دیگه ما رفتیم خودیم در دکان آب سکین، خیلی مالای خوب و لباسای قشنگ که با خودم یک دینار دین روز خریدیم و عکسایش هم بعدا نشر میشه حتما ان شاء الله. آقای مرزوری اینقدر چنین برنامه ها چقدر میتونه به سود جامعه و جامعه افغانا باشه؟ تو برنامه خیلی مهم است که ما در کمیونیتی خود و یا در جامعه خود داشته باشیم. امور رقمی که ما در صحبت‌های خود در سر استیج گفتم، استرالیا جایی است که به همه فرهنگ‌ها احترام می‌گذاره و وقتی که در این کشور میایین از شما خواسته نمیشه که شما فرهنگ خود اعلام کنین یا فرهنگ خود فراموش کنین، مگر تشویق میکند فرهنگ خود نگهداری کنین ازش و از او تجلیل کنین. حتی سالانه اینوی برنامه را دولت خودش بودجه برش میته که شما همیشه برنامه تجلیل کنین. دیگه ما از دولت استرالیا خیلی خوشحال هستیم که همیشه برنامه را بر ما تمویل میکنه و کمیونیتی ها را تشویق میکنه فرهنگ خود نگه دارن. در پالی از که ما فرهنگ خود نگه داریم و ازش تجلیل میکنیم، باید به همه فرهنگ های دیگه که در استرالیا هم هست به اونا احترام بگذاریم و به اونا ما شما شرکت کنیم، از اونا هم تجلیل کنیم. دیگه همین خواست ما از هموطنان ما است که در برنامه‌های فرهنگی خود که شرکت میکنیم، در برنامه‌های فرهنگی دیگران با برنامه‌های فرهنگی که عمومی از استرالیا است در اونا هم باز نقش بگیریم. بسیار عالی. آقای مرزوری بدون شک امروز در همین مورد شما را یک نوع گیر کردیم به خاطر از اینکه شما یک از پایه ها و یک از اساسگذارای کمیونیتی وان هستین که بزرگترین دستاورد شما این برنامه فستیوال نوروز است. خیلی از مردم، از طرفدارای فرهنگ هزارگی سوالات داشتن، در خیلی از برنامه‌های ما کامنت گذاشته بودن که روز فرهنگ هزارگی را کمیونیتی وان چرا برگزار نمیکنه و مشکلش چیست؟ آیا مشکل با همی برنامه بخی داره یا که نبود یک استراتژی، یک برنامه ریزی مشخص در مورد همی پروگرام است؟ چه رقم است و همین سوال اگر جواب بدین. تشکر، بسیار سوال خوب است. اما رقم که ما گفتم فرهنگ هزارگی جزء هویت ماست و اکثرا کسایی که از افغانستان هم آمده در استرالیا از جامعه هزاره به یک از بزرگترین جامعه است در این منطقه و ما در کمیونیتی وان تا حال را می برنامه رویش کار نشده که ما برنامه متعدد دیگه را داشتیم. همون رقم که شما یادآوری کردین برنامه نوروز بود و دیگه برنامه‌ای که در طول سال ما 6-7 برنامه فرهنگی میگیریم. به خاطر تعدد برنامه ها تا حال را همین برنامه را ما نتونستیم بگیریم، مگر همون رقمی که ما خودم فعلا من حیث معاون رئیس وان انشالله در برنامه آینده در سال آینده در این قسمت سهم فعال میگیریم و یک از برنامه شایسته و بایسته جامعه ما باید باشه و یک وعده است. و شخصا خودم به نمایندگی از چند نهادی که در اونجا داخل هستم انشالله سال آینده سهم فعال میگیرم و همچنان ما به خاطر که برنامه در استرالیا گرفته شده در چندین سال است که دوستان میگیرن،
به این خاطر ما تا اقدام نکردیم. برنامه در سطح کوچکتر گرفته شده. انشالله با مو دوستایی که برنامه را گرفته میشینیم و با اونا هماهنگی کرده تا یک برنامه بزرگتر و خوبتر در سالهای آینده بگیریم. تشکر از شما و تشکر از این وعده بسیار مشخص. جور باشین. تشکر از شما که همیشه برای هموطنهای ما، برای مردم ما برنامه تهیه میکنیم. تشکر از شما. جور باشین. دکان آب سکین اینجا ماشاءالله خیلی شلوغ است امروز. مراجعین زیاد است. دوستان عزیز برنامه ختم شد و قسمت آخری برنامه است. دکان خیلی شلوغ است. ما باید برم اینجا که دکمه جان از اینا کمک کنم. برنامه به پایان رسید. برنامه بسیار عالی بود. من امیدوار هستم چنین برنامه ها زیاد شوه و زیادتر شوه. دیگه بخیر باشین. الله یار مددگارتان. خداحافظ.